سلام علیکم. تو خیلی خوبی. تو هم خوبی. نه یه واقعیت رو میخوام بهت بگم، ازت خواهش میکنم ناراحت نشو، باهاش کنار بیا، منو درک کن. خیلی همه جوره اوکی، خانواده داری، پسر با ادبی هستی، با شخصیتی، چه میدونم حتی منم واقعی دوست داری، اینو دیدم که میگم، تجربه کردم، اصل مسئله بود. ولی من نمیتونم زنی به من کسی که میخوام نمیتونم باهات ازدواج کنم، میفهمی؟ ببین تو پول نداری فاضل، من دختر پرتوقعیم، نمیتونم از خیلی چیزام بزنم بیام با تو زندگی کنم، میفهمی؟ من نمیتونم از تفریحاتم، از جاهایی که میرم، از خورد و خوراکم، نه جدی میگم سعید، تو هم رفیق داشتی، تو هم اینو گوش کن، شاید به دردت بخوره. یه دختر نمیتونه با بیپولی یه پسر کنار بیاد، هر روز داره جدی‌تر میشه. خب من دارم کار میکنم دیگه، من کار نمیکنم. کار میکنی ولی کار کردن تو به درد من نمیخوره. ماهی 40-50 تومن تو کجای ما رو میگیره؟ درسته عشق مهمه ولی نه به اندازه پول.